سلام خدمت شما فارسی زبانان عزیز در هر جای دنیا که هستید. من کشیش کامبیس هستم. خدا رو شکر میکنم به خاطر این فرصتی که خداوند به من داد تا بتونم از این طریق با شما درباره خدا صحبت بکنم. امروز میخوام که نه به دنبال واژه ها برای تزیین جمله هام بگردم و نه اجازه بدم که این دوربین هایی که اینجا هستش مانع بشه تا یک صحبت صمیمانه و خالصانه از دل با شما داشته باشم. امروز میخوام راجع به چند تا سوال مهم با شما صحبت بکنم. سوالاتی که سالها در پیشینه مذهبی اعتقادی من فکر منو به خودش مشغول کرده بود. سوالاتی راجع به خدا، سوالاتی از این قبیل: چرا خدا اصلا آدم رو آفرید؟ آیا احتیاج داشت؟ چرا خدا وقتی که آدم رو آفرید اون درخت نیک و بد رو در باغ عدن گذاشت، چیزی که براش خطرناک بود، اون میوه ممنوعه رو؟ آیا خدا نمیدونست که آدم از اون میوه خواهد خورد و میمیره؟ چرا خدا آدم رو نبخشید؟ یه میوه خورد، آدم گناه کرد، از اون درخت خورد و مجازات بشه. اما چرا من باید تاوان گناه و خطای او رو پس بدم؟ این سوالات بسیار منو به خودش مشغول کرده بود و هر چقدر گشتم پیدا نکردم. اما خدا رو شکر میکنم که در کلام زنده خداوند، کتاب مقدس، خداوند نقشه کاملش رو به ما نشون داده و تونستم دریافت کنم جوابهای این سوالات رو. دریافت جوابهای این سوالات زندگی منو عوض کرد و ایمان دارم که زندگی شما رو هم عوض خواهد کرد. پس لطفاً تا به آخر با من همراه باشید. قبل از اینکه بریم سراغ سوالات اجازه بدین که با هم دعا کنیم. ای خدا، من شکرت میکنم به خاطر حضور و وجودت، شکرت میکنم به خاطر عظمتت. امروز به حضور تو بلند میکنم و میخوام خداوندا از من حقیر گناهکار که به فیض تو بخشیده شدم استفاده کنی همچون ابزار در دستان قدوست تا آنچه که از دهانم بیرون میاد خداوندا طبق کلام تو و طبق اراده نیکوی تو باشد و قلب‌های ما رو خداوند تو لمس کن تا برای حضور تو باز کنیم. ای خداوند، عزیزانی که با من همراه هستن و میشنون الان خداوند دارن برنامه رو میبینن، به حضور تو بلند میکنم و میخوام زندگیشون رو تو متبارک بسازی. باشه که حضور تو رو حس کنن و با تو زندگی کنن. در نام عظیم عیسی مسیح خداوند، آمین. چرا خدا آدم رو آفرید؟ خدایی که بی‌نیازه، خدایی که از تمامی خلقتش جداست و قدوسه و ما ایمان داریم که او احتیاج به هیچ چیزی نداره. چرا آدم رو آفرید؟ او که میدونست آدم گناه میکنه، مشکلات پیش میاد، این دنیا پر از گناه و خرابی‌ها خواهد شد. چرا آدم رو آفرید؟ بعضی ها فکر میکنن که خداوند به خاطر این آدم رو آفرید تا پرستیده بشه، اما این پرستش او اگر نیاز باشه این خلاف اون ذات خداوند هستش. بعضی ها میگن خدا اسباب بازی درست کرده، مثل شطرنج داره با ماها بازی میکنه، اما اینطور نیست. خداوند در کلامش هدف خلقت رو و هدف از آفرینش آدم رو، تصویر کلی این هدف رو و این نقشه رو برای ما نشون داده. در کتاب پیدایش باب 1 آیه 26 کلام خداوند میگه: خداوند گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید. و در آیه 27 ادامه میده: پس خدا آدم را به صورت خود آفرید،
او را به صورت خدا آفرید. این شباهت ها، شبیه خدا آفریده شدن، بسیار کمک میکنه ما رو تا بتونیم خالقمون رو بشناسیم. خدا آدم را به شباهت خود آفرید. مثلا این شباهت جسمی نیست، بگیم که خدا چشم داره، دست داره، گوش داره. نه، خدای پدر قدوس، جدا از تمامی خلقتش هستش و این شباهت فیزیکی نیست، بلکه این شباهت هایی است که مثل سلطنت کردن. سلطنت به خاص خداونده، اما این قابلیت رو خداوند به آدم داد و گفت سلطنت نمایید. توی آیه 26 خوندیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین میخزند حکومت نماید. این حکومت کردن و سلطنت کردن خاص خداست و آدم رو خدا به شباهت خودش آفرید تا بتونه بر همه مخلوقاتی که خدا داره و خلق کرده حکومت کنه. آدم به شباهت خدا مقدس آفریده شد، جدا آفریده شد، متفاوت از تمامی خلقت. خدا آدم رو به شباهت خودش مختار آفرید و خدا آدم رو به صورت خودش، به شباهت خودش خلاق و خالق آفرید. این همه چیزهایی که این دور و برمون میبینیم خدا نیافریده، بلکه ما انسان ها اونها رو خلق کردیم و تولید کردیم. انسان خلاق چیزهای نو درست میکنه، اما یک تفاوت هست. خدا از عدم و نیستی میآفرینه، آفریننده است، اما انسان از آنچه که هست تولید میکنه و کارهای نو و خلق میکنه. انسان معنی محبت و مهرورزی رو درک میکنه به شباهت خدا. این شباهت ها بسیار ما رو کمک خواهد کرد. تقریبا تمام انسان ها مشکلات بچه دار بودن رو میدونن، چه اونهایی که ازدواج کردن بچه دار شدن، چه اونهایی که هنوز ازدواج نکردن و بچه ندارن. بچه داری رو در فامیل، در دوست، همسایه، برادر، خواهر و آشناهاشون میبینن. اگر اونها هم نداشته باشن تجربه زندگی خودشون تو خانوادهشون رو یادشون هست. همه مشکلات رو میدونن. بچه از همون ابتدا وقتی که علائم حضورش در رحم مادر پیدا میشه، حالت تهوع هست، لگد زدن ها هست، با درد به دنیا میاد. از همون ابتدا شروع میکنه گریه کردن، نیاز به تمیز کردن داره، پوشکش عوض کردن داره، بیخوابی، دلدرد داره و مریض میشه. همش باعث نگرانی و باعث زحمت. بزرگتر میشه، مشکلاتش هم بزرگتر میشه. نیاز به خوراک، پوشاک، تحصیل، تربیت، تعلیم. حتی وقتی که بزرگ میشه و خودش ازدواج میکنه و دارای فرزند میشه، هنوز هم پدر و مادرش نگران هستن. هنوز هم پدر و مادر من الان نگرانه که آی بچه‌م الان چی میخوره، چه میکنه، کجا هست، چه وضعیتی داره. دردسرهای فرزند برای پدر و مادر تمام نخواهد شد تا زمانی که در قید حیات هستند. اما چرا آدم‌ها با وجود این که این مشکلات رو میدونن باز ازدواج میکنن و بچه دار میشن؟ اولیش رو اصلا میگیم نمیدونن، تجربه میکنن. چرا دومیش رو به دنیا میارن و سومیش؟ اولین بچه رو چشیدند و دردسرهاشو دیدند، باید تجربه میکردن و دومیش دیگه نمی آوردن. اما چه چیز باعث میشه که اگر زن و شوهری که ازدواج میکنند و بچه دار نمیشند، با وجود اینکه تمام این مشکلات رو میدونند، اگر در چند سالی که بچه دار شدن میرن دنبال دکتر و دوا و دارو تا بتونن مشکلشون رو حل بکنن و بچه دار بشن. بعضی وقتا بچه دار نشدن باعث به
باعث طلاق شده، باعث جدایی شده. چرا؟ اینطور به نظر میاد که والدین خودشون به استقبال دردسر میرن. بله همینطور، والدین به استقبال دردسر میرن. همه مشکلات بچه رو میدونن، از ابتدا تا به انتها، اما عاشقانه بچه دار میشن و این بچه جلوشون میخرامه و بزرگ میشه و آنها عشق میورزند، چون آدم به شباهت خدا عاشق آفریده شد. این هم یکی از این خصوصیاتی است که به شباهت خداست. خدا هم در اول یوحنا باب 4 آیه 8 کلام خداوند می‌فرماید که خدا محبت است. خدا عشقه. خدا ماهیت وجودیش محبته و محبت و عشق ازش تراوش میکنه. خدا آدم را به شباهت خود آفرید. تمام دردسرهاشو میدونست، گناه کردنهاشو میدونست، اما او را آفرید تا او بخرامه و بزرگ بشه و بارور و کثیر بشه و او عشق می‌ورزه. بعضیا سوال میکنن چرا خدا آدم را از بین نبرد و یک آدم دیگه نساخت؟ آدمی که گناهکار شد، آدمی که آلوده شد را از بین نبرد و یک آدمی که دیگه مطیع باشه دوباره خلق نکرد. وقتی که تصویر کلی به دستمون بیاد تا پایان این جلسه اگر با ما باشید جواب این سوال رو خواهید یافت. اما این رو بدونید که خدا میدونست آدم گناه میکنه و خدا هدف و نقشه عظیمتری برای انسان و نسل بشر داشت. خدا محبت است. اما این سوال پیش میاد، این خدا که محبته و این خدا که آدم رو عاشقانه دوست داره و این خدا که آدم رو به شباهت خودش آفریده، اصلا چرا اون درخت معرفت نیک و بد رو، اون میوه ممنوعه رو در باغ عدن گذاشت؟ ما پدر مادرها ممکن هستش که بعضی وقتا اجازه بدیم بچه هامون یک چیز داغ رو لمس بکنن، یک چیز گرم دست لمس بکنن و دیگه تجربه کنن و به اون دست نزنن. اما هیچ وقت هیچ پدر و مادری یک کابل برق رو بدون روکش و بدون عایق وسط اتاق که بچه هستش و بازی میکنه نمیگذاره و بعد به بچه بگه که این کابل برق داره، اگر دست بزنی خواهی مرد. چرا خدا به راستی اون درخت رو که خطرناک بود و باعث مرگ او میشد بر اون باغ عدن گذاشت و به او گفت از اون نخور؟ کلام خداوند در باب 2 پیدایش باب 2 آیه 15 میگه پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید. خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. چرا؟ با سالها این رو سوال میکردم. در خیلی از مذاهب سوال در مورد خدا اصلا ممنوعه، اما خدا رو شکر میکنیم که کلام خداوند هدف کلی خدا رو ما نشون داده. بیاین تجسم کنیم که اگر درخت معرفت نیک و بد در باغ عدن نبود، خدا آدم را آفریده. در باب 1 آیه پیدایش باب 1 آیه 29 میگه و خدا گفت همه علفهای تخمداری که بر روی زمین است و همه درختهایی که در آنها میوه درخت تخمدار است به شما دادم تا برای شما خوراک باشد. دندانهای ما آدما دندانهای گیاهخواری هستش. و بعد خدا در باب 2 آیه
16 گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور. پیدایش باب 1 آیه 26 و 27 رو دیدیم که گفت بر همه چیز سلطنت بکن. خدا این برنامه ریزی رو کرد، تمام آنچه که آدم احتیاج داشت به او داد و گفت بر اونجا سلطنت بکن. اگر درخت معرفت نیک و بد نبود، آدم مثل یک ماشین و یک آدم آهنی بود، به صورت یک ربات. شما میتونید کامپیوتر خونه‌تون رو تنظیم کنید، روزی 100 دفعه به شما بگه دوستت دارم. آیا احساسی به شما دست میده؟ خیر، مسلماً خیر. اما همسر من 25 سال پیش یک بار اون اختیار داشت و میتونست به خیلیای دیگه بگه، اما به من گفت دوستت دارم و من عاشقش شدم. آدم اگر اختیار نداشت یک ربات بود. گذاشتن درخت نیک و بد در باغ عدن به آدم اختیار میداد و این اختیار یکی از شرایط وجودی و ماهیت انسان هستش. انسان که اختیار نداشته باشه دیگه انسان نیست. خدا درخت نیک و بد را در باغ عدن گذاشت تا انسان باشه، دارای اختیار، دارای انتخاب. آدم دو چیز پیش رو داشت: یک، اطاعت، چون تو خدا، چون تو سرور، چون پادشاه و چون تو خالق من هستی اطاعت میکنم و از آن چه که تو گفتی نخورم نمیخورم. و دو، بخوره و خودش خدای زندگیش باشه. وقتی که به مکالمه مار و حوا در باب 3 کتاب پیدایش نگاه میکنیم، جالبه. میبینیم که هدف از خوردن میوه درخت نیک و بد این بودش که دیگه هیچ فرقی با خدا نداشته باشن. اون عارف بر نیک و بد بودن رو که مال خدا بود میخواستن اونها داشته باشن و جای خدا بنشینن. علت گذاشتن شدن درخت معرفت نیک و بد برای این بود که آدم انتخاب داشته باشه و معنی انسان بودن از دست میرفت اگر اون درخت اونجا وجود نداشت. آدم و حوا انتخاب کردند و از آن درخت خوردند و به محض اینکه از آن درخت خوردند دیگه بیگناه و پاک نبودند. پس دیگه نمیتونستند در قدوسیت خدا زندگی کنند. اگر به این نمودار نگاه کنید، این خدچین ها قدوسیت خداست. البته قدوسیت خدا هیچ محدودیتی نداره، اما فقط برای این که بتونیم روی کاغذ نشونش بدیم اینطور برای شما ترسیمش کردیم. خدا آدم رو در این باغ گذاشت و این درخت معرفت نیک و بد هستش و خدا به اونها انتخاب داد و آدم از آن درخت خورد و در همون لحظه وقتی نااطاعتی کرد و اولین گناه تو زندگیش اومد، دیگه قادر به زندگی در قدوسیت خدا نبود. پس از قدوسیت خدا فاصله گرفت. کلام خداوند این فاصله رو مرگ روحانی یا گناه معرفی میکنه. دقت کنید، این فاصله رو کلام خداوند گناه میخونه و یک گناه دیگه داریم، انجام عمل گناه یا ثواب. اون یک چیز متفاوت هست. آدم از حضور خدا رانده شد و ما در هرمی به دنیا میاییم که رأس اون هرم آدم هست و همه ما در زیر این هرم داریم به دنیا میاییم.
با توجه به آنچه که گفته شد این سوال پیش میاد: چرا خدا که محبته و بخشنده و مهربانه آدم را به خاطر یک میوه که خوردهش تنبیه کرد و نبخشید؟ اگر خدا آدم رو بخشیده بود، امروز من و شما در باغ عدن به دنیا آمده بودیم به عنوان نسل او، در کنار درخت معرفت نیک و بد، و اونجا یه یادداشتی هم بود آدم یک بار خورد داشت میمرد، شما نخورید. اما خدا آدم رو نبخشید. چرا؟ یک میوه انقدر مهم بود که خدا آدم رو نبخشه؟ مگه ما ایمان نداریم که خدا بخشنده است و مهربانه؟ برای اینکه این مشخص بشه اجازه بدید که یک مثال براتون بزنم. فرض کنیم که یک قاضی در مسند قضاوت خودش نشسته. من روپوش قاضی ها رو هم بپوشم و بر طبق کتاب قانون کار قاضی این هستش که بر طبق کتاب قانون پرونده ها رو ببینه و حکم بده. درسته؟ این قاضی ما نشسته در مسند قضاوتش، پرونده ها رو براش میارن، یکی یکی باز میکنه، اولین متهم نگاش میکنه 100 ضرب شلاق ببریدش. دومین متهم رو میارن، پروندهش رو باز میکنه 3 سال زندان ببریدش. یادم رفت که چکشش هم بزنم. سومین پرونده رو میارن، باز میکنه، میبینه که 100 میلیون جریمه نقدی و 6 ماه زندان حق این متهم هست. بر طبق کتاب قانون مدون که قبلا اعلام شده به شهروندان. سرش رو بالا میکنه و میبینه دختر خودشه. میتونید بگید که دخترش رو دوست نداره؟ همه فرزنداشون دوست دارن. میتونید بگید که دخترش رو نمیبخشه، بخشنده نیست نسبت به دخترش؟ سالها این دختر در خونه این قاضی بزرگ شده و بارها و بارها خطا کرده و این قاضی بخشیدتش. میتونید بگید که آیا این قاضی الان میتونه او رو ببخشه؟ نه. چرا؟ چون او پدر هست، او مهربون هست، او بخشنده هست، اما او قاضی است و عادله و در این جایگاه او باید برای دخترش حکم کنه. پس 100 میلیون جریمه نقدی، 6 ماه زندان، تا 100 میلیون رو هم نده از زندان آزاد نخواهد شد و دختر رو میبرن به زندان. قاضی از همون روز اول، از همون ثانیه‌ای که حکم رو برید میدونست که دختر هیچ آه در بساط نداره. میدونست که دختر تا آخر عمرش در اون زندان خواهد موند. آدم هم تا آخر عمرش در این زندان و دوری خواهد موند. خدا میدونست از همون ابتدا که این آدم قابلیت برگشت و دریافت قدوسیت رو نخواهد داشت. بذارید اینجا یک چیز رو من باز کنم. بهشت برای من و برای کسانی که پیرو کلام خدا هستند یعنی زندگی در حضور خدا تا ابد، با همون شرایطی که آدم قبل از گناه داشت، در حضور خدا زیستن یعنی بهشت. آدم یک گناه کرد و نتونست اونجا بمونه و دور شد. من و شما چند تا گناه کردیم.
خدا میدونست که آدم نمیتونه با کارهاش، با اعمال مذهبی بتونه برسه باز دوباره تو اون قدوسیت خدا، برگرده به قدوسیت خدا. کلام خدا میگه نیکوترین اعمال عادله شما همچون لته ملوثه. وقتی که دستمالی چرکی و خونی و کثیف باشه جایی رو نمیتونه تمیز بکنه. اگر تمام شریعت رو نگاه داری اما یک دونش شکسته بشه، شما در بهشت یعنی حضور قدوس خدا جای نخواهی داشت، چون خدا قدوسه. هیچ چیز آلوده در پاکی او جای نخواهد داشت. به خاطر همین بود که خدا آدم رو راند و این فاصله و مرگ روحانی اتفاق افتاد. پس من کامبیز امروز اینجا با تمام کوچکی میگم که خدای قادر مطلق نمیتونست آدم رو ببخشه، چون خدا نمیتونه بر علیه ذات خودش عمل بکنه. اما خدای محبت کارش اونجا رها نکرد، بلکه در پی بخشش و در پی نجات این انسان کار کرد. و در انتهای این داستان تصویر کلی رو خواهیم داشت. اما یک سوال پیش میاد. این خدایی که عادله، این خدایی که در جایگاه عدالتش نتونست آدم رو ببخشه، در دادگاه هر عدلی میگه که یک نفر گناه کرده اون خودش باید تاوانش رو پس بده. آدم گناه کرده، چرا من باید اینجا به دنیا بیام؟ چرا من گناهکار شدم؟ اجازه بدید یه مثال برای این بزنم. من پدر بزرگم در سال 1316 ازدواج کرد و در سال 1318 پدر من به دنیا آمد و من بعدش به دنیا آمدم و من پسری دارم الان که البته اون مجرده. بیایم فرض کنیم که اگر در سال 1315 دقت کنید، یعنی یک سال قبل از ازدواج پدر بزرگم، یک تیر، یک گلوله بیاد و صاف میخوردش به پیشونی پدر بزرگ من، چی میشد؟ خب به طور قطع اول خودش میمرد، پدر من هم میمرد، من هم نبودم دیگه، پسر من هم نبود. کی؟ در همان لحظه که پدر بزرگ من مرد، پدرم، من و پسرم مردیم، چون پسرم در من و من در پدرم و پدرم در پدر بزرگم بود. همون لحظه که آدم مرد، همه نسل او از لحاظ روحانی مردند. ما در گناه به دنیا میاییم. این خیلی مهم هستش که این رو بدونیم که ما چون گناه میکنیم گناهکار نمیشیم، بلکه چون ما در گناه به دنیا میاییم گناه میکنیم. ما دور از خدا در گناه به دنیا میاییم و میل به گناه کردن، انجام عمل گناه در ما بیشتر هست تا میل به کارهای نیک. در کتاب پیدایش باب 3 وقتی که آدم گناه میکنه میبینیم که خداوند هم او را محکوم میکنه. آیه 17 به آدم گفت چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرمودم گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه‌های صحرا را خواهی خورد. به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. آدم به زندان افتاد و همه ما که نسل او هستیم در این زندان داریم به دنیا میاییم. خدا
به این هم بسنده نکرد. در این زندان به دنیا اومدیم، خدا شریعت هم به ما داد. چرا خدا واقعا به ما شریعت داد؟ بکن نکن، بخور نخور، بشین پاشو برو بیا، حلال مباح مکروه نجس پاک. چرا؟ یک مثال بزنیم تا برامون این قضیه روشن بشه. بریم سراغ دختر قاضی. دختر قاضی رو بردن به زندان. در زندان 6 صبح برپا، 7 صبح صبحونه، 8 صبح میره هواخوری، بسته به بندش داره البته، 12 تا 1 نهار، عصری که بشه ساعت 6 دوباره آمار، 7 شام و 9 شب خاموشی. این قانون زندانه. بیایید فرض کنیم که هر موقع دلش بخواد بتونه بیاد داخل زندان، هر موقع دلش بخواد بره بیرون، هر موقع دلش بخواد براش صبحونه بیارن، هر موقع دلش بخواد بتونه هواخوری بره، هر موقع دلش بخواد براش نهار بیارن، هر موقع دلش خواست بخوابه، هر موقع دلش خواست بیدار بشه. به نظر شما دیگه اون زندان زندانه؟ نه، هتل 5 ستاره است. این قانون زندان هستش که زندان رو با یک هتل متفاوت میکنه و این قانون زندان هستش که به یک زندانی این رو میفهمونه که تو خطا کردی. هدف زندان، هدف این که یک نفر رو در زندان محبوس میکنن این هستش که تنبیه بشه، آگاه بشه و با اون قانونهایی که در زندان هست متنبه بشه و دیگه وقتی که میاد و برمیگرده به جامعه اون رو تکرار نکنه و انجام نده. خداوند هم به انسان شریعت داد. بکن نکن، بخور نخور، مباح نجس حرام حلال. و این قانونها و این شریعت به انسان اطلاع میده و این رو آگاه میکنه انسان رو که گناهکاره. کلام خداوند در کتاب رومیان باب 3 میفرماید از آیه 19: آگاه هستیم که آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکند تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند، از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد. تازه نه تنها این، بلکه خدا در انتها میگه از شریعت کسی عادل شمرده نخواهد شد. جالبه، خدا شریعت داده و خودش هم میگه از شریعت کسی عادل نخواهد شد. دختر قاضی در زندان اگه به جای 6 صبح 5 صبح برپا بزنه، به جای هواخوری نره اصلا هواخوری، به جای نهار روزه بگیره اصلا نهار نخوره، تمام وقتش رو صرف نظافت زندان بکنه، به جای 9 شب 8 شب خاموشی بزنه، تلاش هم این هستش که تمام قوانین زندان رو 10 برابر بیشتر انجام بده. آیا تا اون 100 میلیون رو نده آزاد خواهد شد؟ خیر. اگر تمام مراسم و مناسک مذهبی و شریعت رو 10 برابر بیشتر هم انجام بدی، باز در حضور قدوس خدا در بهشت و در ملکوت او جای نخواهی داشت. دادن شریعت فقط به علت این بود که گناه رو بشناسیم و بفهمیم که گناه یعنی چی. کلام خداوند در کتاب رومیان باب 3 از آیه 19 میگه الان آگاه هستیم که آنچه شریعت میگوید به اهل شریعت خطاب میکند تا هر دهانی بسته شود و تمام عالم زیر قصاص خدا آیند، از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن
گناه است. اجازه بدید که برای اینکه این موضوع بیشتر باز بشه یک مثال بزنیم. فرض کنید من رو از آمازون، یک قبیله دور افتاده آفریقا، یک جایی دور از یک قبیله برمیدارن با لباس پلنگی، با پوست پلنگ درست شده و با چوب و گرز و نیزه من رو میارن تهران. تجسم کنید من رو با این وضعیتم چشم بسته میارن تهران و به یک پارکینگ میبرن، یک پارکینگ بزرگ، و به هم آموزش رانندگی میدن. بعد از مدتی وقتی که رانندگیم خوب شد به هم میگن که میتونی بری بیرون. وقتی شوفر خوبی شدم مثل الان که هستم اجازه میدن که برم بیرون و سوار ماشینم میشم، گرزم رو میذارم رو صندلی بغل و نیزم رو در اینجا در صندلی راننده میذارمش و سوار ماشین میشم و میام بیرون توی تهران. از این خیابونا که رد میشم نگاه میکنم میبینم که عجب نقاشی‌های قشنگی این دور و بر هست. تابلوهای راهنمایی رانندگی رو دارم میگم. بچه‌های غار ما هم همینجوری نقاشی میکشیدن. چراغ قرمز میبینم چقدر زیباست، خیلی قشنگه، ازش رد میشم. بعد یه نفر میبینم که کلاه سفید داره، دستکش سفید داره، لباس سفید داره، سوت داره، سوت میزنه، دست تکون میده و به من میگه نگهدار. میگم وایسم ببینم چی میگه. شما میدونید کیه اما من نمیدونم کیه. وای میستم، آقای پلیس میادش در کنار ماشین من، از پنجره به من نگاه میکنه، لباس منو با این لباس پوست پلنگ میبینه، یه نگاه به این بغل صندلی شاگرد میکنه، چماق و نیزه منو میبینه و بعد میگه پیش خودش میگه این از کجا در رفته. بعد میگه که بعد از کمی سکوت میگه بخشیدمت، برو. میدونید من چیکار میکنم؟ من در ماشین رو باز میکنم، میام پایین، یقه پلیس رو میگیرم و بهش میگم که چی رو بخشیدی؟ من چیکار کردم که تو بخشیدی؟ و تو کی هستی که اصلا منو بخشیدی؟ اما امروز چون که قوانین راهنمایی رانندگی رو میدونم و میدونم وقتی که از چراغ قرمز رد بکنم 200,000 تومان جریمش هستش، اگر اون پلیس گروهبان باشه و به من بگه بخشیدمت، میام پایین 2 تا ماچش میکنم، میگم 2 تا درجه هم بهش میدم، میگم نوکرتم جناب سروان، مرسی که منو بخشیدی. قوانین راهنمایی رانندگی به ما این آگاهی رو میده که بتونیم درک کنیم بخشش افسر پلیس رو و شریعت هم نقشش همین هست. به ما آگاهی میده که گناهکاریم و میتونیم درک کنیم محبت عمیق خدا و بخشش و فیض عظیم او رو. اما این سوال هنوز در قوت خودش باقی است که آدم گناه کرد، من چرا باید مجازات بشم؟ من چرا باید تاوان گناه آدم رو پس بدم؟ اگر شما جای آدم بودید و در باغ عدن در کنار اون درخت ممنوعه قرار داشتید، آیا از اون درخت میخوردید؟ من اگر بودم نمیخوردم. وقتی که میدونستم اون درخت و اون میوه باعث میشه که بمیرم، هیچ وقت اون رو لمس نمیکردم. اما آدم این کارو کرد، حالا چرا من باید تاوانشو بدم؟ خداوند بر طبق شریعت راهی رو برای فدیه دادن گناه معرفی میکنه و آن سیستم قربانی است. قربانی یعنی چی؟
یعنی شخصی که مرتکب گناهی شده یک حیوانی رو میبره، چون گناه کرده نمیتونه در حضور خدا قرار بگیره، یک حیوانی رو میبره و دستش رو میگذاره و میگه خداوندا من گناه کردم و نمیتونم با تو در ارتباط باشم، گناه منو بر روی او بگذار، او بمیره به جای من، خون او فدیه گناهان من بشه و او قربانی گناهان من بشه. این سیستم قربانی رو خدا طراحی کرده و گذاشته. وقتی که ما توی تعارفامون میگیم قربونت برم، یعنی همین، یعنی من به جای تو بمیرم. در باغ عدن به محض این که آدم و حوا از آن میوه ممنوعه خوردند و چشماشون باز شد و دیدن که عریانند، در کلام خدا میگه که از برگ انجیر سترها، پوششها برای خودشون درست کردند. در تمام خلقت خدا نگاه کنید، تمامی مخلوقات در حضور خدا دارن زیست میکنن و هیچ کدوم خودشون رو نمیپوشونن، اما تنها این آدم هست و نسل اوست که پوشش داره و لباس میپوشه. در همون ابتدا وقتی که عارف به بدی شدند، از عریانی خودشون خجالت کشیدند و با برگ‌های انجیر سعی کردن خودشونو بپوشونن. در کتاب پیدایش باب 3 آیه 7 آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند، پس برگ‌های انجیر به هم دوخته سترها برای خیش ساختند، پوشش‌ها برای خودشون درست کردند. و در کتاب پیدایش باب 3 آیه 20 میگه و آدم زن خود را حوا نام نهاد، زیرا که او مادر جمیع زندگان است. و در 21 میگه خداوند خدا رختها برای آدم و زنش از پوست بساخت و ایشان را پوشانید. یعنی اولین قربانی رو خود خدا گذروند. خود خدا این سیستم رو گذاشت و گفت محصول زمین پوشش گناه نخواهد بود و خدا قربانی رو برای سیستم بخشش و فدیه شدن به آدم بخشید. اینجاست که هابیل و قابیل هر دو هدیه میبرند. هابیل از گله‌اش میبره و قابیل از محصول زمین میبره. خدا قبلا گفته بود که محصول زمین پوشش گناه نخواهد بود و خدا هدیه قابیل رو قبول نکرد و هدیه هابیل رو که مطابق با سیستم خدا بود قبول کرد. این سیستم قربانی چیزی است که خدا گذاشته و طراحی کرده. در دانشگاه تهران و در دانشگاه‌های ایران وقتی دانشجو میگیرن یک سری قوانینی گذاشتن. سازمان علوم این رو گذاشته که باید کنکور امتحان بدی، تعیین رشته بکنی، رتبت اگر این باشه و بعد باید شناسنامه دیپلم داشته باشی، فتوکپی شناسنامه، 2 قطعه عکس و اینا رو ببری و دانشگاه تهران ثبت نام بشی. میشه من بیام و بگم که ببین آقای وزیر علوم، بیایم 2 دقیقه منطقی فکر کنیم. من کسی هستم که عاشق این هستم که دانشجو باشم، میخوام یاد بگیرم و شما این رو داری یاد میدی، دیگه بقیه‌اش مهم اینه من باید بیام اونجا. نه، کار نمیکنه، منو راه نمیدن. بلکه برای گرفتن دانشجو یه سری قوانین، یه سری سیستم گذاشتن و اون از طریق اون سیستم میشه رفت به حضور به اون دانشگاه راه پیدا کرد. خدا هم از طریق قربانی هستش که بخشش گناه و فدیه شدن رو برای انسان طراحی کرده. و هابیل با سیستم خدا رفت و قابیل با منطق و فلسفه و سیستم خودش. اما هنوز این سوال به قوت خودش باقی است که آدم گناه کرد. من اینجا دارم مجازات اون رو پس میدم و مرگ بر من اومده، تکلیف من چیه؟ اجازه بدید بریم سراغ قاضی یادتون هست که دخترش رو محکوم کرد، راهی زندان کرد و گفتیم که خدا هم آدم رو
محکوم کرد و شریعت بهش داد. دختر قاضی رفت زندان، قوانین زندان رو پیدا کرد. همونجوری که داستان من رو که از آمازون آورده بودن رو توضیح دادیم، گفتیم که قوانین راهنمایی رانندگی کمک میکنه تا بفهمم من گناهکارم و بخشش افسر پلیس رو درک کنم. و شریعت هم گفتیم به ما داده شد تا بتونیم فیض عظیم خدا رو درک کنیم. اما این قاضی رداش رو در میاره و بر روی جایگاهش میگذاره و از جایگاه قضاوتش میاد پایین. میشه کی؟ میشه پدر دختر. میره به ملاقات دخترش و بهش میگه دخترم، قبول داری که اشتباه کردی و طبق اون آموزش هایی که من به تو دادم عمل نکردی، تمام اون چه که در خانه به تو یاد دادم انجام ندادی و گناه کردی و خطا کردی و عاقبتت الان در زندان هستی. آیا این قوانین زندان، این مدتی که در زندان زندگی کردی، به تو این رو یاد داد که خطاکاری؟ آیا قول میدی که با من زندگی کنی و دیگه خطا نکنی؟ معتادی؟ کمکت میکنم ترک کنی. بدهی داری؟ کمکت میکنم پرداخت کنی. فقط اگر بخوای با من دوباره زندگی کنی و بخوای که از حمایت من برخوردار بشی. وقتی دختر با تمام اون قوانین داخل زندان فهمیده و درک کرده که اگر درست زندگی میکرد عاقبتش اینجا نبود، به دعوت پدر وقتی لبیک میگه، قاضی که پدر هست دست میکنه جیب خودش و 100 میلیونی که خودش بریده و حکم کرده رو خودش از جیب خودش پرداخت میکنه تا دختر آزاد بشه و بیاد خونه. خداوند هم کلام خدا میگه در فیلیپیان باب 2 آیه 5 میگه پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و روح خودش را دمید و آدم نفس زنده شد. خاک ابزاره و کار خدا، اون دست خداست که او را خلق کرده و روح خودش به او بخشیده شده و هویت او اون روحی است که در اوست قبل از گناه. و خدا رحم مریم باکره رو که انسان تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت، مریم هم خاکه، مریم هم همچون ابزاره. خدا از رحم مریم باکره استفاده کرد و مسیح در این دنیا مولود شد. از اون جایگاهش به پایین اومد. اشتباه نکنید، ما یک انسان رو نمیبریم بالا بگیم خدا، ولی داریم میگیم خدا جایگاه خودش رو ترک کرد و انسان شد تا بیاد و تاوان گناهان من و شما رو بده. عیسی مسیح اومد، او که در زیر هرم نسل آدم به دنیا نیومد، بلکه آدم ثانی هستش. خدا یک آدم را آفرید و عیسی را مولود کرد. آیا کسی دیگه ای رو سراغ دارید که از نسل آدم و زیر هرم آدم نباشه؟ عیسی تنها کسی است که قابلیت این رو داره برای گناهان هر کس که به او ایمان بیاره قربانی بشه. فرض کنید که در زندان در بند محکومین به اعدام زندانی هستیم. من میرم به قاضی میگم جناب آقای قاضی،
خواهش میکنم ازت اینها رو نکش. من به جای اونها میخوام قربانی بشم. من به جای گناه اونها رو به گردن میگیرم. منو به جای اونها بکش. قاضی به من میگه تو خودت هم باید اعدام بشی. تو خودت هم محکوم به مرگی. کسی که خودش محکوم به مرگ باشه نمیتونه برای کسی دیگه بمیره. اما عیسی مسیح که از نسل آدم و در گناه به دنیا نیامد، او که روح قدوس خدا را داشت و با همان چیزهایی که آدم وسوسه شد عیسی مسیح هم شد. چون آدم وقتی که آن درخت نیک و بد رو دیده، میوه درخت نیک و بد رو دیدش، گفت به نظر خوشنما، دلپذیر و دانش افزا، خواهش چشم، شهوت جسم و غرور زندگانی. کلام خدا در اول یوحنا باب 2 آیه 16 هم همین رو میگه زیرا آنچه در دنیاست از شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست بلکه از جهان است. من و شما هم امروز با همه اینها وسوسه میشیم، خواهش چشم، شهوت جسم و غرور زندگانی. و عیسی مسیح هم، او که از طریق رحم مریم باکره و به قوت روح قدوس خداوند به این دنیا آمد، او هم به بیابان برده شد و در بیابان ما به او گفت بعد از 40 روز روزه‌داری گفت به این سنگ بگو که نان بشه. عیسی مسیح گفت انسان نه بهر نان بلکه به هر کلمه خدا زیست میکنه. او رو به بالای کوه برد و تمامی جهان رو بهش نشون داد و گفت منو پرستش کن، همه اینها رو به تو خواهم بخشید. عیسی به او گفت مکتوب است که خداوند خدای خود را بپرست و پرستش کن. او را به بالای هیکل برد و گفت خودت رو بینداز، زیرا که مکتوب است که فرشتگان خود را میفرسته که مبادا پایت به سنگی بر بخوره. و عیسی مسیح گفت خداوند خدای خود را آزمایش مکن. شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی، با همین 3 چیز عیسی هم آزمایش شد و عیسی مسیح گناه نکرد و او که گناه را نشناخت برای ما گناه شد. او قابلیت این رو داره که قربانی گناهان هر کسی بشه که دست بگذاره روش و بگه خداوندا در گناه به دنیا آمدم و گناهکارم و خداوندا این گناهان منو بر روی او بگذار. او مرد به جای من، خون او فدیه گناهان من شد و عیسی مسیح قربانی گناهان من است. کلام خدا میگه هر که به دل ایمان بیاره و به زبان اقرار کنه نجات خواهد یافت. این فرصتی است برای شما، برای تمامی نسل بشر. امروز عزیزان من دقت کنید که دیگه به خاطر گناه آدم شما مجازات نخواهید شد، بلکه شما امروز درختی در زندگیتون دارید. همون جوری که آدم درخت معرفت نیک و بد جلوش بود، امروز شما هم عیسی مسیح و صلیب او رو پیش رو دارید. اگر ایمان بیارید تا ابد خواهید زیست، اگر ایمان نیارید خواهید مرد. به همین سادگی. آنچه که پیش روی آدم بود که اگر بخوری خواهی مرد، اگر نخوری خواهی زیست، امروز پیش روی شماست. عیسی مسیح درخت زندگی شماست. خبر خوش همینه. زندگی، مرگ و قیام عیسی مسیح و تأثیر اون در زندگی شما که با قربانی شدن او و ایمان به خون عیسی مسیح و کار عظیم او بر روی صلیب شما حیات جاودانی خواهید یافت. این کلمه انجیل از کلمه یونانی به نام اوانگلیو اومده که به معنی مژده و خبر خوش هست. امروز این خبر خوش رو شما شنیدید. امروز میتونید به او ایمان بیارید و حیات جاوید پیدا کنید.
و میتونید با فلسفه و عقل خودتون و منطق خودتون در محکمه الهی حاضر بشید. میتونید با سیستم خودتون مثل قابیل پیش برید، میتونید با سیستم خدا و قربانی که او برای ما مهیا کرده مثل هابیل هدیه‌تون در حضور خدا قبول بشه. این خبر خوش و این مژده انجیل رو 4 نفر از شاگردان و شاهدان زندگی عیسی مسیح و دوره رسولان نوشتند به نام متی، مرقس، لوقا و یوحنا که در کتاب مقدس هستش و شما به اون دسترسی دارید. اگر هنوز کتاب مقدس ندارید به ما ایمیل بزنید تا برای شما ارسال کنیم. اما عزیزان، هر کس که به دنیا میاد یک پرونده‌ای در زیر بغلش داره که یک روز در محکمه الهی اون رو به حضور خدا خواهد برد و به اون رسیدگی خواهد کرد. هر کس که به دنیا میاد این پروندهش اولین چیزی که روش نوشته شده گناه و محکومیتش مرگه. این چون در گناه دور از خدا و از نسل آدم به دنیا اومدیم، همه ما اولین محکومیتمون گناه، دور از خدا، آری بودن از روح قدوس و مجازاتش مرگ، زیرا مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودانی که در خون عیسی مسیح داده شد. امروز شما مختاری که با پرونده خودت که اولیش مرگ به خاطر گناه و در گناه به دنیا آمدن و بعد هر چقدر که گناه کردی تو این دنیا، این غضب خدا رو در این پرونده مکتوب و مخزون کردی، با این پرونده بری به حضور خدا و یا با سیستم خدا و بخشش خدا ایمان بیاری بر عیسی مسیح و اجازه بدی که عیسی مسیح پرونده آلوده و گناهکار شما رو بگیره و پرونده سفید خودش رو به شما بده و با نام او و خون او به حضور خدا برید. امروز خبر خوش همینه که عیسی مسیح قربانی گناهان هر کسی است که به او ایمان بیاورد و هر کسی که به او ایمان بیاره حیات جاودان خواهد داشت. اما حالا اجازه بدید که به این طرح الهی یک نگاهی دوباره بندازیم و راجع به اون سوالی که عرض کردم خدمتتون، چرا خدا آدم رو از بین نبرد و یکی دیگه نساخت، با هم صحبت کنیم. به این نمودار توجه بکنید. خدا، اگر این خط رو خط زمان در نظر بگیریم، خدا ازلی و ابدی است. خدا از ابتدا بوده و تا انتها خواهد بود. در پیدایش باب 1 آیه 1 میگه خدا در ابتدا آسمان و زمین را آفرید. این ابتدای خلقته، نه ابتدای خدا. در اینجا اگر بگیم خلقت آسمان و زمینه، این نقطه آدم را آفرید و گفت بارور و کثیر شوید. خیلی ها فکر میکنند که این بارور و کثیر شدن و زمین رو پر ساختن از همینجا باید اتفاق میافتاد و میگن که چرا خدا یک آدم دیگه نساخت که این زمین رو پر بسازن. اما عزیزان اجازه بدید که این رو اینطور توضیح بدیم. اگر اون زمین پر شده بود از آدم‌هایی که از نسل آدم بدون گناه در اون زمین ساکن شده بودند، این نسل بشر فراموش میکرد و نجات و اون داستان گناه فقط یک داستان براشون میبود. خدا نقشش از ابتدا همین بوده که آدم گناه بکنه و این اختیار رو بهش داده بود. خدا از ابتدا میدونست که او گناه میکنه. پس طرح الهی این نبود که آدم و نسلش اینجا از این طریق بیان و زمین رو پر بسازن. و میبینیم که جلوتر خدا به انسان شریعت میده و بعد از شریعت بر طبق شریعت خداوند قربانی و عیسی مسیح رو به ما میده
و از طریق عیسی مسیح آن قربانی اعظم و فیض خداست که هر که به او ایمان آورد. کلام خدا در مکاشفه میگه آسمان و زمین جدید. این زمین جدید هر کس ایمان بیاره در این زمین جدید ساکن خواهد بود و اینطوری این زمین پر خواهد شد. یعنی نقشه خدا بارور و کثیر شوید انجام خواهد شد. اما ساکنان این زمین جدید کسانی هستند که فردن فرد تجربه کردند گناه رو، تجربه کردند قانون و شریعت خدا رو، تجربه کردند فیض عظیم خدا رو و تجربه کردند لذت با خدا زندگی کردن رو. اون موقع است که پرستش از تمامی وجود و از عمق دلشون در میاد و تا ابد در حضور خدا زیست خواهند کرد و هیچ وقت فراموش نخواهند کرد آن تجربیاتی که داشتند و در حضور خدا تا ابدالآباد لذت میبرند. اگر امروز حاضر هستی تا بر عیسی مسیح ایمان بیاری و در ملکوت خداوند شریک بشی، با من دعا کن. ای خداوند، اعتراف میکنم که گناهکارم. اعتراف میکنم که از نسل آدم و دور از قدوسیت به دنیا آمدم و در طول زندگی بسیار هم گناه کردم. اعتراف میکنم که ناتوانم از این که بتونم پل بسازم و پله بسازم با اعمال و رفتار خودم و به قدوسیت تو وارد بشم. شکر میکنم به خاطر اینکه عیسی رو فرستادی تا برای گناهان من قربانی بشه. گناهانم رو خداوندا بر روی صلیب عیسی مسیح بریز و باشه که خون او گناهان من رو بشوره و او فدیه گناهان من شد و خداوندا ایمان دارم که او قربانی گناهان من شد. قوت بده تا در تمامی مسیر زندگی با حضور تو و قوت تو راه برم و زندگی کنم. ای روح القدس، تو مرا مدد کن تا دیگه گناه نکنم، تا خداوندا فرزندی شایسته برای تو باشم و خادمی. امین. در نام عظیم عیسی مسیح، آمین. اگر امروز از دلت این دعا رو با من انجام دادی، ایمان داشته باش که فیض خدا و بخشش او شامل حالت شده و گناهان تو شسته شده در خون عیسی مسیح و با من و با بسیاری از فرزندان خدا در ملکوت او تا ابدالآباد زندگی خواهی کرد. فیض و بخشش خداوند و حضور او با شما باشد و بماند تا ابدالآباد. آمین.